زمانی که لوله کشی فاضلاب روی کف انجام میشه یه مسئله مهم وجود داره که باید حواسمون بهش باشه. در نظر بگیرید این یه سیفونه برای توالت ایرانی که روی کف هم لوله کشیش میخواد انجام بشه. حتما یه تیکه لوله باید اینجا قرار بدیم که کاسه توالت در نهایت توی این قسمت قرار بگیره. اما میبینیم توی بعضی از پروژه ها این تیکه لوله رو قرار نمیدن و در نهایت کاسه توی همین قسمت نصب میشه. این مسئله میتونه 2 مشکل رو به وجود بیاره. مشکل اول اینه که زمانی که کار تموم شده و ازش استفاده میکنن، آب داخل اون سیفون از بالا دیده میشه، یا حتی اگر چاه‌پس استفاده بشه آب داخل سیفون ممکنه روی چاه‌پس بیاد و ظاهر خوبی رو نداره. مشکل دومم اینه که زمانی که توی این حالت میان فلاش تانک رو میزنن و آب داخل فلاش تانک توی توالت تخلیه میشه، بخشی از آب داخل سیفون بیرون از کاسه میپاشه و میتونه اطراف کاسه توالت رو کثیف کنه. پس حتما یه تیکه لوله اینجا قرار بدین و کاسه توالت بالاتر نصب بشه. میدونم که الان اشاره میکنید که با این کار کفزازی زیاد میاد بالا و کف بیشتر درگیر میشه، اما وقتی که رفتیم سراغ لوله کشی فاضلاب روی کف باید منتظر چنین مسائلی هم باشیم. حالا اگر شما راهکار یا پیشنهاد دیگه دارید تو قسمت کامنت ها بنویسید.